دوستا چطور بگویم که صدای قطع وصل میه؟ Your voice is choppy. نان یک ذره قاق شده. نان یک ذره قاق شده چه قسم میگیم؟ The bread is stale. هوا گرفته است. شاید باران بباره. هوا گرفته است چه قسم بگیم؟ The weather is gloomy. ما آب شیرگرم می نوشم. I drank lukewarm water. دوستای عزیز در جملات ما که دیدین کلمات مانند choppy, stale, gloomy, lukewarm از اینا استفاده کردم. اینا کلمات به نام چیات میشن؟ adjectives. صفات. صفت خود شما در کتاب های مکتب خواندن. صفت کلمه است که چگونگی اسم یا ضمیر بیان میکنه. اسم یک شی، یک شخص، یک مکان یا نظریه را چی میکنه؟ بیان میکنه، تعریف میکنه، توصیف میکنه. خوبی ها و بدی هاش میگه، اوصافش میگه، مقدارش میگه، کمیت و کیفیتش میگه. درست است؟ اینا صفات هستن. بسیار مهم است که شما adjectives یا صفات یاد داشته باشین که در کجا کجا در زبان انگلیسی استفاده میشه. به خاطر ازی که صفات است که جملاتتان میتونه یک ذره پرلابالاها بسازن. خب adjectives در کجا استفاده میشه؟ استفاده اول بعد از SMR شما میتونین استفاده بکنین. مثلا میگم که من مسلکی هستم. من مسلکی هستم. اول چی را میگین؟ من هستم. I am. مسلکی رو چی میگه؟ professional. درست است؟ مثال دوم، گیلاس لب پریده است. The glass is chipped. استفاده دوم، شما میتونین صفات قبل از اسم استفاده بکنین. مثلا میگین خانه کونه، old house. درخت بلند، tall tree. I pick the fresh apples. من سیبای تازه انتخاب میکنم. استفاده سوم، شما میتونین صفات بعد از بعض فعل ها استفاده بکنین. کدام فعل ها؟ مثلا feel, sound, look, taste, smell. شما بعد از اینا میتونین استفاده بکنین که زیاد کاربرد داره. مثلا میگیم که ای بوی خوب میده. It smells good. غذا را بو میکنین میگین it smells good. یا مثلا میگین ای جالب به نظر میرسه. It sounds interesting. It sounds interesting. sound اینجا به نظر رسیدن مانا میده. فعل ها را همچنان بر شما مانایش گفتیم. در اونجا میتونین یک بار نظر بندازین. و استفاده اخیر ای است که شما میتونین صفات بعد از ضمایر نامعلوم استفاده بکنین. ضمایر نامعلوم مثال هایش میتونم ما یک چند دانشه بگویم، زیاد است و در یک درس جداگانه اونا را میخوانیم. مثلا somebody, something, everything, nothing. اینا مانایش هم نشته کردیم که از این ما میخوایم یک جمله بگویم. ما یک چیز خنداور میگم. I say something funny. I say something funny. شما میبینین که اینجا funny صفت است بعد از something استفاده شده. خب دوستای عزیز، اینجا یک چند دانه صفت ما بر شما میگم. از شما میخوایم که در جملات استفاده بکنین. Excellent, slippery, diligent, extravagant, moneyless, pricey, chopped, amateur, frustrating, fascinating, tired و dull. موفق باشین.